اگه بهت بگم یه درختی وجود داره که میوه‌هاش سر آدمه، باور میکنی؟ توی افسانه‌های قدیمی ایرانی یه درختی وجود داشته به اسم درخت واق یا درخت سخنگو که میوه‌هاش سر آدم بوده. اما قسمت عجیب ماجرا میوه‌هاش نیست. این درخت یه بار توی یکی از داستان‌های شاهنامه آینده اسکندر رو پیش بینی میکنه. اسکندر توی سفرهاش به جاهای دوردست دنیا به یه درخت عجیبی برمیخوره. درختی که یه تنه داره و 2 شاخه. روی یکی از شاخه‌ها سر مرد هاست و روی اون یکی سر زن ها. سرهای زن به اسکندر میگن که دوران پادشاهی تو به پایان رسیده و تو هرگز به سرزمین مادری بر نمیگردی و در غربت میمیری. که البته همینم شد دیگه، توی بابل مرد. این درخت توی چند تا کتاب دیگه هم اومده، مثل کتاب گرشاسنامه اسدی طوسی یا عجایب المخلوقات از زکریای قزوینی که میگه سرها وقتی روی درختن یه فریادی شبیه واق سر میدن، اما بعد از اینکه چیده میشن جونشون رو از دست میدن و ساکت میشن. حالا به نظر تو این درخت ترسناکه یا جالب؟